سلام دوباره به رفقای بدفوتی. حالت چطوره لوتی؟ نبینم بی حالی که پر انرژی قراره کل حواشی این روزا رو چک کنی. پس بدون این که فکر کنی بکوب لایکو. نگو که هنوز تو چنل تلگراممون عضو نشدی که دلخور میشم. پس بزن رو لینک و بودو بیا پیشم که اونجا قراره کنار هم صفا باشه، عشق باشه. شروع میکنیم با رقابت‌های این هفته لالیگا که بارسا 2 بازی داشت. فلیک تو این 2 بازی با توجه به خستگی بازیکناش بعد فیفا دی خیلی از اسکواد اصلیش استفاده نکرد و یه استراحتی به بعضی ستاره‌هاش داد. اما این به این معنی نبود که ضعیف عمل کنن، چون آبیاناری‌ها 3 تا زدن به اوساسونا و 4 تا هم به ژیرونا تا نشون بدن همچنان صدر میمونن و این جایگاهو قدر میدونن. مستر فلیک و شاگرداش بیش از 3 ماهه که نباختن و آخرین باختشون مال وقتیه که دلار 65 تومن بود. همزمان با ریزش ارزش ریال ریزش پشما رو شاهد باشیم که ژیرونا 20مین تیمی بود که تو این فصل توسط بارسا 4 تایی شده. یعنی یه دونه ژیرونا، یه دونه رئال و 18 تا تیم دیگه. رئالیام خوشحال باشن که امباپه‌شون این روزا ستاره درخشانیه و با وجودش رئال هنوز کهکشانیه. رئال با لگانس بازی داشت، تیمی که به اسمش نمیخوره مالی باشن، اما یه عمل کرده عالی داشتن، چون همین لگانس بود که 3-4 ماه پیش آخرین باخت بارسا رو رقم زد و حالا داشتن رئالو هم میبردن، چون تو نیمه اول 2 تا به رئال زدن. اما کامبک جلوتی بین 2 نیمه به بازیکناش گفت حمله کنید و همین باعث شد که مادریدی ها تو نیمه دوم کارو در بیارن. جالبه که امباپه با این گل نیمچه کاشته رئالو تو کورس قهرمانی نگه داشته تا به سرنوشت همشهریشون اتلتیکو دوچار نشن، چون سیمئونه و تیمش این هفته مساوی دادن و حالا با اختلاف امتیازی که با صدر دارن میشه گفت از کورس عقب افتادن و اتوبوس سیمئونه پنچر شد. بریم سراغ چند خبر کوتاه. اول براتون بگم از لیگ تخم مرغی نروژ که به عنوان جایزه بهترین بازیکن زمین شونه تخم مرغ جایزه میده. بی خود نیست که هالند و سورلوت انقدر قد کشیدن، از بس امگا 3 خوردن. بریم آمریکا. مسی که تو این فصل برای 2مین بار مصدوم شد و 2 هفته‌ای دور بود و 2 بازی آرژانتین رو از دست داد، تو نیمه دوم به زمین اومد و تنها 2 دقیقه بعد 2مین گل تیمش رو زد و دوباره همه رو دچار حیرت کرد. اگه فهمیدی این جمله‌ای که گفتم چند تا 2 داشت سریع کامنت کن. بریم پاریس، جایی که پی اس جی داره با انریکه تبدیل به یه تیم رویایی میشه و تو بازی آخرشون هم بازم پرگل بردن و حریف و 6 تایی کردن. دیدید همه موفقیت بارسا رو به خاطر فلیک میدونن و میگن بارسای هانسی فلیک. نامردیه که این موفقیت پی اس جی هم به نام انریکه زده نشه، بهتره بگیم پاریس انریکه. بریم آلمان که وضعیت عجیب غریبی داره. لورکوزن از یه طرف تو لیگ داره همه رو رنده میکنه و رسیده پشت سر بایر، از اون طرف تو جام حذفی جلوی تیم دسته 3 حذف میشه. بایرن هم که هر سال از 7-8 هفته جلوتر قهرمانیشون قطعی میشد، فصل قبل قهرمان نشد، این فصل هم هنوز قهرمانیشون قطعی نیست. معلوم نیست این نحسی هری کین چه قدرتی داره. غلط نکنم یکی از این جادوگرای لیگ ایران طلسمش کرده. بریم انگلیس، جایی که لیورپول همچنان میبره اما بدون گلزنی صلاح. عجیبه که از بعد حذف لیورپول از چمپیونز لیگ صلاح خلع سلاح شده. سیتی هم که دست و پا شکسته یه بازی تو لیگ برد و یکی تو حذفی تا پپی کم حالش میزون شه زارت زد و هالند مصدوم شد تا بازم گواردیولا آرامشش خدشه‌دار شه. این فصل گواردیولا مثل ما ایرانی ها بود، تا می اومد یکم خوش باشه یه درد سر تازه تالاپی می افتاد رو سر کچلش. بریم ترکیه، نه ولش کن، اونجا مورینیو اعصاب مصاب نداره و زده پک و پوز مربی گالاتاسرای و آورده پایین. و اما بریم سراغ اصلی ترین بازی های هفته که به قطع نیمه نهایی کوپا دل ری بود. اولین بازی رئال با سوسییداد. بازی رفت و رئال 1-0 زده بود، اما سوسیس داغ اومده بود واسه جبران و تونستن 4 تا هم به رئال بزنن. اما یه مشکل کوچولو وجود داشت، اونم این که 4 تا هم خوردن و سر همون نتیجه بازی رفت رئال به فینال رفت.
اما بازی حساستر بین بارسا و اتلتیکو بود که تقریبا یه پست در میون داریم از بازی‌های این دوتا خبر میریم. از بس که این دوتا تیم تو این چند وقت تو رقابت‌های مختلف قرعه‌شون به هم خورده که دیگه حال هممون به هم خورده. اما این بارسای چشم نواز کارشو بلده که بیننده رو به وجد بیاره. بازی تو نیمه اول با گل فران رو پاس خفن یامال تموم شد. با شروع نیمه دوم سیمئونه تصمیم گرفت ترکیبو هجومی کنه و وقتی هوادارای بارسا سورلوتو دیدن که داره به زمین میاد با خودشون گفتن چشم باریدن تو رو تا دیدن. اما این بار سورلوت هم نتونست کاری کنه و بارسا با همون نتیجه 1-0 برد تا هوادارای بارسایی خطاب به فیلیکی که داره ازشون دلبری میکنه بگن چیکار کردی با دلم حالا یه فینال ال کلاسیکویی در پیش داریم که کریهاش از همین الان شروع شده. رئالی ها که دوتا ال کلاسیکوی قبل و بدجور باختن حالا بدجور تشنه انتقامن و برای حفظ آبرو محکومن به برد. شاید تنها تیمی که بتونه از پس این بارسا بر بیاد رئال باشه. بارساییان که این روزا توپشون پره و شوتشون گله، اونم از همین الان خودشونو صاحب جام میدونن و میگن این بار رئالو چند تایی کنی. کامنت ها رو به هم بریزید ببینم رئال بارسایای بدفوتی نظرشون چیه؟ برنده کیه؟ مادریدیه یا همون همیشگیه؟ مرسی که این کلیپ هم همراه هم بودی. برمیگردیم پیشتون به زودی. پس تا اون موقع دمتون گرم، جمعمون جمع.